میان گذشته، حال و آینده فرق گذاشتن توهمی لجوجانه بیش نیست. آلبرت اینشتین. ما فکر میکنیم زمان خطی ممتد است که تا ابد به شکل یک نواختی ادامه دارد. ولی فرق بین گذشته و حال و آینده چیزی جز توهم نیست. دیروز، امروز و فردا پشت سر هم نیستند، بلکه مثل یک دایره پشت هم قرار گرفتند. همه چیز به هم متصل است.